سلام دوستان، خوش اومدید ویدیو دیگه. آقا اومدیم یک کیک سیب دارچینی درست کنیم. خب مواد لازم 4 عدد تخم مرغ و هم میزنیم تا پفدار و کفتار بشه. اینجوری کیکمون درست و خوشمزه میشه. و یک نصف لیوان روغن، 1 لیوان شکر و 1 لیوان شیر. قبل شما باید سیب دارچین رو با هم مخلوط کنید تا هواتون بشه. راستی سابسکرایب یادتون نره. ما به سابسکرایب شما خیلی نیاز داریم. لایک هم کنید که انرژی بدیم برای مقدار بیشتر لازم. شکر 1 لیوان مخلوط میکنیم تا خوشمزه بشه. به 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 این درست میکنم. خب به این برسید نصف روغن رو اضافه میکنیم و 1 لیوان شیر رو همزمان باید اضافه میکنیم. هم میزنیم هم میزنیم که اینجوری میشه، پفدار میشه. بعدش شما قبلش باید 3 بار یه آرد رو علک کنید، بعد با بیکینگ پودر مخلوط کنید و توی اینجا یه بار علکش کنید که کیکتون خوب بشه. یادتون نره همه انجام بدید. بعدش با هم میزنید که مخلوط بشه و خوب بشه. بله شما باید سیب دارچین رو اضافه کنید. یادتون باشه که با قاشق هم بزنید، دیگه با همزان حرف نزنید، به جور دورانی هم بزنید. اگه با همزن حرف بزنید دیگه کیکتون پفدار و خوب نمیشه. اگه گردو دوست داشتین بریزید که گردو هم خوشمزه و خوبش میکنه دیگه. حالا اگه دوست داشتید بریزید. همش میزنیم تا همه مخلوط با همه مواد مخلوط بشن. بعد شما باید یه ظرفی آماده کنین و یه کاغذ روغنی روش بذارید که کیکتون بهش نچسبه. مثل من نگاه کنید. کاغذ روغنی گذاشتم و ماده رو ریختم. بعد طبقه وسط دمای 18 به مدت 35 الی 40 دقیقه. اینم یه کیک ما. لایک کامنت یادتون نره. خداحافظ.